موبایل یاد گرفتی، انگلیسی رو یاد گرفتی، کامپیوتر بلد شدی، یخچال و موبایل و کلی رو به خانه آوردی، چرا حدیث رسول الله صلی الله علیه و یاد نگرفتی؟ چرا زانو به درس پیغمبر نزدی؟ چرا به کتاب الله وقت ندادی؟ صحابه برای ما الگو و نمونه هست. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و دعوت شروع کرده و صحابه رضی الله عنهم به امر پیغمبر صلی الله علیه و بود، باز مشرکین مکه 13 نام گذاشتن برای رسول الله صلی الله علیه و جادوگر، دروغگو، کاذب، ابتر، دنبوریده، مجنون، دیوانه، معاذالله، ساحر. پیغمبر ساحر و جادوگر بوده؟ معاذالله نبوده. چرا صحابه ترک نمیکنه تعلیم رسول الله صلی الله علیه و سلم را؟ صحابه یقین داره که نبوت و رسالت دعوت رسول الله حق است. اگر تو مسلمان یقین داری که سنت رسول الله حق است، کتاب الله حق است، سنت صحابه حق است، چرا به یک تاپه وهابی و سلفی ترک بکنی؟